طبق همین فرمایش همه سرداران ریاست و مدیران شعبه‌های معارف شهر نوی‌ها را وظیفه‌دار کردند که در دوره از سنه 8 تا 19 اوگوست با خوانندگان صنف‌های یک که به مکتب قبول شده‌اند همین دوره مطابق شوی به مکتب رو برگزار نمایند. وقتی که من حجت‌های فرزندم را به مکتب سپاریدم به من معلم خبر دادند که درس‌ها از 1 اوگوست آغاز می شود. برای همین هم ما به مکتب برای خریدن سر و لباس مکتبانه آمدیم. سببی از 1 اوگوست آغاز شدن درس ها را معلم چنین بیان کردند که فرزند کودک باید به مکتب ادپتاسیون شود، لیکن به فکر من چنین نیست. در وقت مکتب خانی ما این گونه نبود. ما هم از 1 سپتامبر به درس رفتیم، به همه برنامه ها رسیده گرفتیم، ادپتاسیون شدیم، خوندیم و به کمال رسیدیم. میخواستم که درس ها از 1 سپتامبر آغاز گردد. از مشاهده خود ما برای اون کودکانی که آسیب دیده هستند دوره مطابق شوی آنها قریب که 3 ماه میگذرد. بعد 3 ماه آنها سال مطابق میشوند. برای همین هم این چیز برای همین کودکایی که آسیب دیده هستند خیلی شرایط خوب است. دوره مطابق شوی کودک در دوره شوروی هم بود. یعنی کودکان پیش از به مکتب رفتن 2 هفته پیش دوره مطابق شوی را میگذاشتند.